اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. برادران عزیز و مهربان، وصیت‌های جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، وصیت دوم را برای شما دوستان پیشکش میکنیم. در این وصیت دوم جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش اطاعت از خودش را پیشکش میکند. برادران عزیز و مهربان، در این وصیت دوم راوی این ابی هریره رضی الله تعالی عنه است، میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كل امتی يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا یا رسول الله ومن یأبى؟ قال من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابى. در این حدیث مبارک جناب رسول اکرم برای ما و شما امتانش، برای ما و شما جانفدایانش چنین میگوید که ای امت من، کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى، تمام امت من داخل جنت میشوند مگر آن امتی که روی گرداند، مگر آن امتی من که خود خواهش جنت را نکند، از داخل شدن جنت روی بگرداند. قالوا، صحابگان پرسان شدند یا رسول الله، ای جناب رسول الله، ای بهترین پیغمبر، و من یأبی، آیا شخصی است که روی میگرداند؟ ای پیغمبر خدا، کیست که از جنت روی بگرداند؟ قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من اطاعنی دخل الجنه، هر بنده‌ای که اطاعت مرا بکند، هر امتی من که اطاعت مرا بکند داخل جنت می شود. هر کسی که پیرو سخنان من باشد داخل جنت می شود. و من عصانی فقد ابى، و هر کسی که گناه بکند، پیروی مرا مکند، و هر کسی که از سخنان من روی بگرداند، و هر کسی که پیرو من نباشد، الله جل جلاله اون را داخل دوزخ میکند که فقط ابا، در حقیقت اون بنده از داخل شدن جنت روی گردانیده است. برادران عزیز مهربان، در این وصیت دوم جناب رسول الله ما و شما خوب آگاه میشویم که پیرو شدن محمد صلی الله علیه و سلم، پیرو شدن احادیث جناب رسول الله، داخل شدن جنتی پرناز و نعمت است. داخل شدن جنتی پر ناز و نعمت است که الله جل جلاله ما و شما را داخل اون جنت میکند. و روی گردانیدن از احادیث رسول الله و روی گردانیدن از سخنان جناب رسول الله ما و شما را نعوذ بالله داخل دوزخ میکند. برادران عزیز مهربان، چقدر کوشش بکنید پیروی سخنان رسول الله باشید، پیروی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشید.